واکنش ها در مورد فارسی ستیزی طالبان. زنان معترض میگویند که زبان فارسی هویت ما و عزت ماست، حذفش نشانه تعصبات قومی است. قرارداد اقتصادی طالبان با مسکو. وزیر اقتصاد طالبان گفته است که با روسیه قرارداد واردات تیل، گاز و گندم را امضا کردند. انتقاد از عملکرد یک ساله طالبان. نصیر احمد فایق میگوید که هیچ ساختار بدون پذیرش و خواستهای مردم دوام نمی کند. نگرانی از رشد تروریسم در خاورمیانه. وزیر خارجه ایران گفت که تروریسم در خاورمیانه با توجه به وضعیت افغانستان نگران کننده است. دیدار وزیران خارجه امریکا و تاجیکستان. بلینکن و مهرالدین روی امنیت منطقه و مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کردند. و کانادا تحریم‌های بیشتر بر روسیه اعمال می‌کند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. دانشگاه هرات سرانجام پس از 6 سال صاحب تابلو شد، اما واژه دانشگاه در این تابلو دیده نمی شود. 6 سال پیش پس از جنجال‌های فراوان بر سر درج یا حذف واژه دانشگاه، حکومت پیشین افغانستان تصمیم گرفت جای تابلو را بر دروازه این دانشگاه خالی بماند تا از ادامه هرج و مرج جلوگیری کند. استفاده از واژگان مثل دانشگاه یا حذف آن از تابلوهای ادارات دولتی و نامه‌نگاری رسمی در دولت افغانستان در سالهای گذشته در میان شهروندان و شمار از مقامات دولتی همواره محل نزاع و گفتگو بوده است. در آن زمان برخی از سیاسیون معتقد بودند که شمار از واژگان پشتو مصطلحات ملی دولت افغانستان هستند و نباید معادل فارسی آن در ادارات دولتی و مکاتبات رسمی اداری به کار برده شود. منتقدان آنها دولت افغانستان را به تبعیض علیه زبان فارسی متهم می‌کردند. طالبان پس از ورودشان به کابل در 15 اگست 2021 به حذف واژگان فارسی از تابلوهای ادارات دولتی آغاز کردند و این رویکرد را در یک سال گذشته به سرعت ادامه دادند. پیش از این زبان فارسی از لوایح برخی از ادارات دولتی از کابل تا سر افغانستان حذف شده است. در همین حال تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به منظور حذف واژه دانشگاه از لوحه‌های شمار از دانشگاه‌های کشور میگویند که طالبان با حذف یک کلمه نمیتوانند زبان مولانای بلخی، سعدی شیرازی، رودکی و فردوسی را حذف کنند. من حیث یک فارسی زبان تاجیک برای اقوام سرزمینم عرض میگذارم: آیا با حذف فقط یک کلمه، آن هم از روی تابلوی بی ارزش، زبان مولانا، رودکی، بیدل، سعدی، حافظ و ابو مسلم خراسانی را خاموش خواهد ساخت؟ هرگز این خواب را به گور ببرید. خبرگزاری رویترز به نقل از نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان، در گزارش گفته است که طالبان با روسیه بر سر واردات تیل، گاز و گندم موافقت کردند. این مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که این قرارداد شامل عرضه سالانه حدود 1 میلیون تن بنزین، 1 میلیون تن دیزل، 500,000 تن گاز مایع یا LPG و 2 میلیون تن گندم توسط روسیه خواهد بود. طالبان اما افزودند که این توافق برای یک دوره آزمایشی نامشخص اجرا خواهد شد و پس از آن انتظار می رود هر دو طرف در صورت رضایت از این توافق یک قرارداد طولانی مدت امضا کنند. هرچند سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان جزئیات بیشتر در مورد قیمت یا روش‌های پرداخت ارائه نکرده است، اما گفته است که روسیه با تخفیف به افغانستان موافقت کرده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است که هیچ ساختار بدون احترام و پذیرش خواستهای مردم دوام و بقا کردن نمیتواند. نامبرده اضافه کرده است که حضور و ادامه فعالیت‌های گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و داعش در افغانستان تهدیدهای امنیتی را برای مردم افغانستان، منطقه و جهان افزایش داده است. آقای فایق روز گذشته سه‌شنبه 5 میزان در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد اوضاع افغانستان با ارائه بیانیه افزوده است که اداره کشور با زور و وحشت هیچ راه جز تداوم جنگ نخواهد داشت. او هشدار داد ادامه این وضعیت در افغانستان این کشور را از صلح و توسعه پایدار محروم خواهد کرد. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با ابراز خرسندی از اعلامیه‌های جهانی در حمایت از مردم افغانستان گفته است جامعه بین‌الملل باید به صورت فعال در افغانستان برای کمک به ایجاد راه حل‌های دوامدار بر محوریت مردم که باعث بهبود زندگی و معیشت تمام افغان‌ها می‌شود سهم بگیرند. او با اشاره به سیاست‌های سختگیرانه طالبان افغانستان را بدترین جای برای زنان و دختران خواند و گفت طالبان تا یک سال گذشته و با وضع محدودیت‌ها بالای زنان این کشور را به یگانه کشور در جهان تبدیل کرده که در آن حق کامل تحصیل دختران منع است و بدترین محل برای زنان و دختران شده است.
فایق طالبان را به ناکامی در امنیت مردم متهم کرده و افزوده کشته شدن رهبر القاعده در قلب کابل و حمله‌های متعدد داعش در افغانستان بیانگر ناتوانی آنان در تامین امنیت مردم افغانستان است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در این نشست شورای امنیت این سازمان خواستار حمایت گفتمان ملی به رهبری احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت شد و تاکید کرد این گفتمان باید از طریق یک چارچوب و یا نقشه راه برای تشکیل یک ساختار فراگیر و مسئول بر بنیاد حاکمیت قانون، عدالت و اراده مردم حمایت شود. آقای فایق طالبان را در این نشست بار دیگر متهم به تعهد شکنی کرده و گفته است که کوچ اجباری مردم در ولایت‌ها، رفتار خشونت‌آمیز آنان با فعالان زن، کشتار، شکنجه‌ها، اعمال نقض سره حقوق بشر و جرایم جنگی میباشد. امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران در دیدار با چابا کوروشی رئیس نشست 77مین مجمع عمومی سازمان ملل گفته تروریسم و افراطگرایی همچنان چالش اصلی در منطقه خاورمیانه است که با تشدید وضعیت افغانستان به منشأ نگرانی جدی برای کشورهای منطقه بدل شده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که چابا کوروشی هم در این دیدار تاکید کرده انتظار عمومی کشورها فعال شدن بیش از پیش مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با امنیت جهانی است. در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل سران شمار از کشورها از تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به صراحت در این مجمع گفت که اسلام آباد همانند کشورهای دیگر نگران فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از افغانستان است. با افزایش نگرانی کشورها، وزارت خارجه طالبان بیانیه صادر کرد و گفت که اگر کرسی افغانستان در سازمان ملل به آنها داده شود، نگرانی‌ها هم با گفتگوهای رو در رو تمام می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان در واشنگتن گفت که ایالات متحده بر روابط عمیق با تمام دوستانش در آسیای میانه کار می‌کند. همتای تاجیکستانی سراج الدین مهرالدین بر امنیت منطقه به خصوص نگرانی این کشور از ناحیه افغانستان تاکید کرد. ایالات متحده پس از خروج از افغانستان به دنبال جلب همکاری‌های امنیتی کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان و ازبکستان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی است که عمدتاً در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. امریکا برای جلب همکاری این دو کشور وعده داده است که هواپیماهای سابق ارتش افغانستان را که پیلوت‌های افغان پس از سقوط دولت به این کشورها فرار داده بودند با آنان بدهد. بلینکن در این دیدار امریکا را شریک پایدار تاجیکستان توصیف نمود. مهرالدین در واشنگتن گفت که روی توسعه تجارت و پروژه‌های عمرانی با همتای آمریکایی‌اش گفتگو کرد، اما او مهمترین دغدغه کشورش را امنیت منطقه‌ای توصیف نمود. او گفت همانطور که برای همکار عزیز خود یادآوری کردم، مهمترین موضوع برای ما امنیت داخلی و منطقه‌ای به خصوص مسائل مربوط به افغانستان است. او افزود که تاجیکستان و آمریکا روی این موضوعات همکاری نزدیک خواهند داشت. وزیر خارجه تاجیکستان روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست‌ها و گسترش افراطگرایی در منطقه مبدل می‌شود. او با نگرانی افزود که شبه نظامیان آسیای مرکزی برای بی‌ثبات کردن منطقه به شمال افغانستان انتقال یافتند و در پی ایجاد تنش‌ها در نزدیک مرز تاجیکستانند. دولت کانادا در واکنش به همه‌پرسی روسیه در مناطق تصرف شده اوکراین قصد دارد تحریم‌های بیشتر علیه مسکو وضع کند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 27 سپتامبر به نقل از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گزارش داده که این کشور هرگز نتایج همه‌پرسی یا تلاش روسیه برای الحاق غیرقانونی خاک اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد. ترودو در این بیانیه گفته است ما قصد داریم تحریم‌های جدید را علیه افراد و نهادهای اعمال کنیم که در این تلاش اخیر برای تضعیف اصول و حاکمیت دولت شریک هستند و مسئولیت خونریزی بی‌معنای جاری در سراسر اوکراین را بر عهده دارند. این در حالی است که روس‌ها با راه اندازی همه‌پرسی تلاش دارند 4 منطقه شرقی لوهانسک و دونتسک و نیز مناطق خرسون و ژاپورژیا در جنوب شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کنند.